سلام همگی، مهران هستم و امروز اومدیم با هم دیگه در مورد قرص ریتالین حرف بزنیم. اول از همه اینو بگم که این ویدیو هیچ گونه مثلا منبع علمی خاصی نداره و کلا در مورد تجربیات منه و نرفتم تحقیق کنم و یه سری چیزایی که رو اینترنت هست دوباره واسهتون بگم. اومدم تجربه خودمو بگم از مصرف ریتالین. بخوام در مورد این بگم که چرا اصلا از اول رفتم سراغ ریتالین. من همیشه از اول بچگی بیش فعالی داشتم. حتی سر کلاس اول دبستانم یادم قشنگ که معلمم مادرمو صدا زد اومد گفت این بچه اگه درسش خوب نبود هیچ وقت نگهش نمی‌داشتم چون خیلی رو اعصابمه. من وقتی مثلا مهرانو میذارم سر جای خودش بشینه، من رفتم پای تخته با من میاد، نمیتونه یه جا بشینه، هیچ وقت آروم قرار نداره. از اون موقع من این سری نشانه‌هاشو داشتم ولی هیچ وقت اینقدر بهم فشار نیومده بود که برم سراغ مصرفش. یه مشاورم داشتم، مشاور تحصیلی آقای احمدزاده. ایشون به علاوه اینکه مشاور تحصیلی هستش، روانشناس هم هستش. ایشون خیلی وقت بود من میگفت باید یا بیاس یا ریتالین مصرف کنی ولی من گوش نمیدادم، لازم نمیدیدم، میخواستم تا جایی که میشه ازش دوری کنم. تا اواخر خرداد رسیدیم به خرداد، ما رفتم سر امتحانات نهایی. 3 تا امتحان رو بدون ریتالین دادم، فکر کنم سلامت و بهداشت و دینی و ادبیات. درسته امتحان اولی دینی بود. دینی 18 و 25 صدام شدم، خیلی هم خونده بودم، مثل گاو خونده بودم ولی سر جلسه نمیتونستم تمرکز کنم اصلا. دیگه به قول مشاور اون ADHD یا بیش فعالی اود پیدا کرده بود و من به شدت دیگه داشتم آزار میدیدم ازش. اینجوری بهتون بگم نمیتونستم سوالا رو کامل بخونم و این امتحان 18 25 شدم. امتحان ادبیات 16 و 75 صدام شدم ادبیات. اونم چه جوری 2 نمره من سوالای بالا رو جوابش تو سوالای پایین، سوالای پایین رو جوابش تو سوال بالا نوشته بودم. اومدم خونه تازه فهمیدم. نمیدونم چی میگذشت تو مغزم تو وسط جلسه، خدا اعلم، هیچ یادم نمیاد خدا شده چه جوری این کارا رو میکردم ولی به شدت عدم تمرکز داشتم. یعنی علامش داشت آزارم میداد، روانیم کرده بود و کل نتیجه درس خوندنم تو این 2 سال داشت به هیچ و پوچ تبدیل میشد. واسه همین رسید به امتحان فیزیک. یادمه 12 ساعت سر درس نشستم، کتابو خوندم، 12 ساعت درس خوندم ولی کلا 20 صفحه تونسته بودم درس بخونم، اونم 20 صفحه کتاب درسی. همین اینجوری که شد من گفتم یا دیگه نمیخونم یا من قرصه رو باید مصرف کنم. رفتم پیش مشاور رو، اونم منو فرستاد پیش روانپزشکم. علائمو که دید و گزارشا رو که گفتم ریتالین واسم تجویز کرد. ریتالین رو خوردم. خب اولش اینجوری بود، روزی 2 بار نصف رو که میخوردم خیلی خوب بود. اوایل خدایی واسه ریتالین کتاب رو که باز میکنی دور و بر کتاب محو، اصلا هیچی، فقط تمرکزت رو کتاب رو میخونی. اصلا واسه لذت بخش میشه درس خوندن. جدا درس خوندن کاری که هیچ کس دوست نداره انجامش بده، کار شدت فرسایشی، اونم تو واسه کنکور. تو اون موقع درس خوندن واسه لذت بخش میشه، همه چی رو خیلی خوب میفهمی، خیلی عالی بود. امتحانات بعد ریتالین، بعد مصرف ریتالین همش نمرهام بهتر شد. یادمه مثلا شیمی 19.5 شدم، زیست 19 25 شدم، فیزیک 19 و خورده 19 شدم، همشون خوب بود. امتحانات که تموم شدن رسیدیم به کی؟ رسیدیم به بازه کنکور تیر. به خاطر جنگ 12 روزه‌ای که پیش اومد کنکور عقب افتاد. من خیلی‌ها بهم گفته بودن، خود مشاورم گفته بود ریتالین 1 ماه جواب میده، بیشتر از 1 ماه عوارضش خیلی زیاده، اصلا به درد نمیخوره. خلاصه 1 ماه من تموم شد و رسیده بودیم به کنکور تیر. من سر کنکور تیر شبا نمیتونستم بخوابم، کمخوابی شدیدی پیدا کرده بودم، بدن درد، ضعف، خستگی به شدت. ببین ریتالین رو که میخوردی اول بهت حس خوبی میداد ولی اواخر اگه ریتالین نمیخوردی مثل معتادا شده بودم، میافتادم کف اتاقم، خدا شاید اینو راست میگم، اینجوری تو این حالت لش اصلا نمیتونستم. بدن درد شدید، ضعف، خیلی وقتا بالا می آوردم. بدنم بهش واکنش نشون داده بود دیگه، تحملش رو نداشتم و خیلی سخت بود. عوارضش تقریبا از 1 ماه بعد شروع شد و ترکش هم سخت بود به شدت. ترکش تو من بعد کنکور ترکش کردم آروم آروم. یعنی یه سردردایی داری، یه کمخوابیایی داری، حس افسردگی شدیدی داری. اینا رو من خودم تجربه کردم. دندونات اینجوری به هم میخوره. کلا آمفتامین دیگه، یه نوع ماده مخدره، یعنی محرک، مخدر نیست. ریتالین محرکه و اولش خیلی خوبه. کلا اگه بخوام جمع بندی درست حسابی واسهتون بکنم، نظرم اینه
نرید سمتش تا جایی که میتونید. اگه جدا میخواستید برید سمتش ماه آخر برید. اونم دعا کنید مثل من بدبخت نشید که کنکوری ماه تعویق بخوره. تقریبا یه ماه هم نه 20 روز تعویق خورد و من پدرم در اومد. خدا شده پدرم در اومد. من کلی آمادگی بیشتری واسه کنکور تیر داشتم ولی خرابش کردم. یعنی درسته از اون ور باعث شد که نهاییام درست‌تر بشه و نمره بهتری بگیرم، ولی از اون ور بوم افتادم و تیرمو بد که دادم. من تیر خیلی آماده تر بودم، خیلی بیشتر درس خونده بودم. اون جنگی که اتفاق افتاد همه داشتن دنبال کسکلک بازی بودن ولی من درسمو میخوندم. من خیلی خوب داشتم مثل بچه آدم درسمو میخوندم ولی نشد دیگه. همینی که هست. ولی الان شکر خدا راضیم، بازم خوبه، دانشگاه آزادم، پزشکی ساری. ولی من اگه میتونستم 100 خودمو تو کنکور تیر بذارم قطعا از اینا بهتر میشد که ریتالین جلومو گرفت. شما هم خودتون میدونید اگه خواستید برید سمتش یه ماه آخر، چون بعدش عوارضش خیلی بیشتر از فوایدشه. کلا یه ماه جواب میده. این نظر منه، نگید متخصصی نیست و اینو. من تجربه شخصی خودم از مصرف ریتالین دارم بهتون میگم. عوارضش هم اگه بخوام الان جداگونه بگم، یکی کم خوابی بود، به شدت اذیت میکرد، اشتهات میاد پایین، لرزش دست میگیری، همین. اواخر هم افسردگی میگیری اگه نمیخوری. اینجوری که ریتالینمو به من بدید. دوزاشم از نصف شروع کردم، یعنی 5 میلی تا آخر 20 میلی هم میخوردم ولی باز اون تأثیر رو نداشت. تو این چنل قرار داده بودم که در مورد چیزایی که تجربه کردم ویدیو واسهتون بسازم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، یه سرم به چنل بزنید. اگه از تجربیات دیگه دوست داشتید اونا رو ببینید. سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی بوکس.